سلام دوستان، سلام عزیزان. اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش حزما و سگ سیلاهاش یه موشک پرونی نمایشی ترتیب دادن تا بسیجیای ریزشی رو سر حال بیارن. آمریکا هم این شلنگ تخته موشکی رو با یه پس کردنی تحریمی جواب داد. شیخ پری که دید خیلی ضایع شده به دست و پا افتاد تا با یه نامه دوغکی سر و ته قضیه رو هم بیاره. با ادامه سیاست‌های خصمانه و دخالت نامشروع و غیرقانونی آمریکا در زمینه حق تقویت قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور به وزیر دفاع دستور داد در چارچوب سیاست‌های دفاعی مصوب، برنامه تولید انواع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد. این قدقد مکتوب شیخ پری مال زمانیه که کاخ سفید به خاطر بالانس با کنگره و سنای آمریکا همین تحریما رو اجالتا به حالت تعلیق در آورده بود. با این حال رمالای دلارام بلافاصله پشه رو تو هوا نعل کردن و شروع کردن به فوت کردن تو بادکنک شیخ پری. دستور موشکی روحانی به وزیر دفاع و عقب نشینی کاخ سفید، تعظیم آمریکایی به اقتدار ایرانی. یعنی منظورش اینه که تا شیخ پری دست به قلم شد کاخ سفید خلاف کرد و پاپس گذاشت. مشکل آخوندا تو دوره پس از زهرخوری اینه که اون چنان شکافی تو نظامشون افتاده که چپ و راست دست همدیگر رو رو میکنن. یعنی شیخ پری قپی میاد بعد نوچه های خامنه اینجوری پنچرش میکنن. جبرائیلی، معاون پژوهشی خبرگزاری سپاه پاسداران. نامه آقای روحانی به وزیر دفاع در رابطه با تحریم‌های موشکی در واقع یک امر بدیهی است که ایشان آن را تبدیل به نامه کرده است، چرا که ما با تمام توان به توسعه توانمندی‌های دفاعی خود ادامه می‌دهیم و برای این کار نیز نیازی به نامه رئیس جمهور به وزیر دفاع نیست. شریعت نداری هم در اومد که بابا شیخ پری بذار کنار این لوس بازی ها رو، نامه نگاری هم شد کار. این دست واکنش های ضعیف ثمری جز گستاخی دشمن ندارد. کاش مشاوران رئیس جمهور راههایی بهتر از نامه نگاری به ایشان توصیه می کردند. اینم خبر تیویریش که اصل داستانو ساندویچ کرده بین خبرها تا یه وقت قضیه از این که هست سه‌تر نشه. هنوز 24 ساعت از خبر وال استریت ژورنال درباره بسته جدید تحریم‌های ضد ایرانی کاخ سفید به بهانه فعالیت موشکی نگذشته بود که این پایگاه اینترنتی امریکایی از تعویق تحریم‌های جدید مالی کاخ سفید ضد برنامه موشکی ایران خبر داد. همه این نامه‌نگاری های شیخ پری و بندبازیاش برای این بود که بسیجی ها رو خر کنه و کاری کنه که این موج تحریم های موشکی رد شه. اما ظاهرا بسیجی ها خر نشدن و شستشون خبردار شده که داستان چیه. بفرمایید اینم برق پارشون. آمریکا اگر موقتاً اجرای تحریم‌ها را به تعویق می‌اندازد، نوعی اهداف سیاسی و از جمله اهداف مرتبط با انتخابات در ایران را دارد. کل قضیه باندبازی تو باندبازیه. بزبیاری های عظما و شیخ پری تمومی نداره. از این ستون به اون ستون مصیبته. حالا باید قیافه شیخ پری رو تو حالتی تصور کرد که تحریم‌های تعویقی به جریان افتاده و با یه پاتیل ماستم نمیشه ماسمالش کرد. زد زیاد.